خب سلام بچه‌ها، ما امروز اومدیم کشتی تفریحی و امروز جشن تیم الخیل که قرار تاپ سلرها و بهترین فروشنده تیم الخیل معرفی بشن. امروز با ما باشید بریم ببینیم چه خبره و کیا هستن. بفرمایید. خب بچه اینجا دبی هاربره، میبینیم که کشتی تفریحی ویوی عالی، منظر عالی، غروب روز شنبه هست اینجا. الان میخوایم با یکی از بچه‌ها حرف بزنیم ببینیم نظرتون راجع به این کشتی و کاری که تیم الخیل کرده و این اقدامات دیگه توضیح بدید. والا اینجا دبی هاربر میشه یکی از حالا زیباترین لوکیشن ها که قرار گرفته بین JBR، دبی مارینا، MR بیچ فرانت و بلو واترز زیبا. یکی از بهترین و زیباترین و همه پسندترین اینجا. امروز جشن تاپ سلرها برای تیم الخیل و همچنین تولد مدیر دوست داشتنیمون. خیلی ممنون از خانم فیروزی. آقای پرورش شما قرار بود کنم خب آقای پرورش شما یه توضیح بدید درباره جشنی که امروز و دبی هاربر. خب خیلی خوشحالیم اولا اینکه تو این جشن حضور پیدا کردیم. تاپ سلرمون خانم فیروزی جزء تاپ سلراییم الکی مثلا و پیشاپیش تولد آقای دهقان هم تبریک میگیم، البته قبل از مراسم، و امیدوارم که شب خیلی خوبی رو با هم کنار هم دیگه داشته باشیم. امیدوارم. خب بچه ها شب شد و نگم از ویوی این منطقه ببینید، این چرخ فلک رو میبینید، عین دبی اسمش، و اینکه داریم بریم داخل تا کیک تولد آقای دهقان هم ببینیم، مدیر محترم تیم الخیل. بچه ها این کیک هم که میبینید آقای یاسر جلوش وایساده، نمیتونیم ببینیم. اومدیم پیش آقا رضای گل و معصومه جان، میخوایم که درباره جشن و کشتی و بالاخره این جشن توضیح بدید. شرکت بزرگ الخیل به رسم هر سالش، نه هر سال، در هر سال چندین بار فروشنده های برترش رو معرفی میکنه و بهانه‌ای هست که بچه‌ها دور هم جمع بشن و ساعت خوش رو با هم بگذرونن. این هم کیک آقای دهقان مدیر محترم تیم الخیل. دوربین بیا. خب بچه‌ها اومدیم پیش معصومه جان، یکی از خوش اخلاق‌ترین عضو تیم الخیل. می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم و نظرشون راجع به این جشن و این اتفاقات رو بگن. چی عزیز برنامه چیه؟ ما امروز توی این کشتی جمع شدیم که جشن فروشندگان برتر شرکت الخیل رو برگزار کنیم و تولد مدیرمون هم هست. خیلی ممنون. ادامه شد دیگه، بعداً باز با ما باشید، فعلا کافیه. خب عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت خانواده بزرگ الخیل، مهمانان، دوستان عزیزی که در جمع ما تشریف آوردن. به رسم هر 3 ماه، هر 6 ماه ما برنامه‌هایی داریم که هم سعی می‌کنیم تمام خانواده بزرگ الخیل رو دور هم جمع کنیم، اوقات خوشی رو با هم بگذرونیم، هم به همین بهانه یک سری از دوستانمون که تلاش بیشتری داشتن معرفی کنیم، تاپ سلرهای شرکت رو معرفی کنیم. کم می‌خوایم بریم برای معرفی نفر جوان. خب دوستان اینم شام امشب تیم الخیله و شمای خوشمزه‌ای که میبینید، کوبیده، مرغ‌های سوغاری. بچه‌ها دیگه الان صبر ندارن. ببینید به به به.
خیلی ممنون از آقای دهقان، تولدشون هم بازم تبریک میگیم و واقعا کولاک کردن امشب برای بچه‌ها. خب بچه‌ها بریم بیرون هم ببینیم، الان دیگه خیلی ویوش خوشگل شده. به اینجا اینجا هم میبینید که کشتی‌های خوشگل هم رد میشن و آقای دهقان هم تولدشونه، بازم تولدشون رو تبریک میگیم. بریم بالا رو ببینیم چطوره. ای کاش خودمون هم بالا می‌نشستیم. فضای باز خیلی بهتره. میبینید که همه چی رو داریم میبینیم. خیلی جای خوشگلیه خدا وکیلی. کانالای آبه که معروف اینجا و مردم هم که دارن از بیرون تماشا میکنن کشتی‌ها رو. بریم چه خبره. ببینیم گشنه جمع کیه. به آقای عرفانی که صبر ندارن واسه خوردن غذا. ببینید جدی خسته نباشی مرد. غذایی کوبیده و مرغای سوخاری واقعا خوشمزه است، عالیه، نگم برات. از آقای فیلمبردار میخوام روی صف طولانی رو بگیره، فیلمو بگیره رو صف. خب اومدیم پیش آقای بحری، ازش میخوایم یه توضیح و بگی که چه خبره امشب. شب جشن حالا معرفی تاپ سلرهای 6 ماه اول سال 2023 شرکت الخیل. 5 نفر معرفی شدن، اومدیم برای شام و نمیدونم شام میدن؟ بله شام میدن، استفا نمیبینید؟ ما بریم وایس. به شما ندادن شام؟ نه به ما ندادن. خیلی ممنون از آقای بحری و بعدا دوباره میایم و با ما همراه باشید. خب دوستان جشن ما هم دیگه داره تموم میشه کم کم و کشتی هم دیگه پهلو گرفته و این آقای عرفانی خوشمزه بود کیکش. خیلی عالی بود. خب خلاصه که خیلی به ما خوش گذشت، دمشون گرم، همه چی عالی بود. امیدوارم این کلیپ رو تا آخر ببینید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. جانم این مال خودت واقعیه؟ نه اینو از بره گرفتم. خب بچه‌ها مرسی که ما رو تا اینجا دنبال کردید، همیشه ما رو دنبال کنید، حمایت کنید و اینکه مرسی از مدیر محترم تیم الخیل و آقا بهرام عزیز فیلمبردار خوبمون.